یا بالا کدام روبینو شو بگذارونیم کو باب خیزم برای کاستی من پرشید پرش نکی تو رسولا گیره کد کو زریاد مونوشا زریاد خشو سولا دیگه بیا مخصوص که کدام گیره خوش آمدی هی راستو شروع بودن نمیدی اتریش آمد کلون جان خوش آمدی کلون جان خوش آمدی کلون قلق خویا کلون جان خوش آمدی قدم رازد بالا نرسد میگه که ها الهی امی قدم رازد بالا نرسد همین دو نوجوان حقو قاشا پیر کنه و آسمانی تاری سرشان دائما صاف و بیغبار باشه و همین کلونی خدمتگاری همین خانه جوا الله اکبر بیسیمو به دست منو برو نه غلط تیزی بی با فکرم تمام شد السلام علیکم بروشید بیسیمو به دست منو نداری؟ نه شما که دست منو آقا برو سر نمار بسو دست منو اونده ماچه کده سن من میبرم دست منو نمیم ماچه منو چما کنم دیمونایی خیلی نکو چو خیلی خوزی من تیشتر شوا بیسیمو را میبرم ایتیم هر دو من موچه میکنیم زنک زنک لبای بیا اینجا چوتا مازم گره خیاد چو کاری مردک جان؟ چوی جوشه دورو اگم چی بیار بخورم که حاضر مردک جان اصل چایت میارم اوه انا بخواه اصل چوی که مردک جان نه اصل چایت کنم بینم بخواه سوز میشه اصل چوی بخور توبه زنک زنک لبای مردک جان اصلا چوید میجاز ایمده نگفت یا دوروی پروی بیارو خیلی حاضر مردک جان مردک جان میدونم استخونم شکسته رفته که چیکار کردی مردک جان؟ نمیدونم تسب کردم چیکار کردم چی دوروی؟ دورم بخواه سوز میشه برو مردک جان سوز میشه میجاز ایمده یکم چی نگفته خواه ممنون میباره که خورا میقک نه زنه خیرته که سوز شده میجاز ایمده هرچی نمیگفته نه اصلا چای میجاز اومده میگفته نه دورو میگفته خیرته که همه شیر آوردی میجاز ایمده تو غوری اومد نمیگفته خیرت هم شیر اگه جای آوردی که هم شیر سوزون کرد خیرت خما ارگانیزم سوزیست که استم نه فهمیده مردک جان که هر چیز به خودش باید داشته هر یک کسل به خودش دارو داشته هر یک انسان خون به خون باید داشته است آخی نمی خون هم خون یک باشه خون دو باشه کو همون خونه به هم خون یک داشته باشه خون یک میگذارونم این شما شیر دادم شیر شما در فایده کرد همین شیر در شما توری گرفت چی؟ حقا تو گفتنی که میجازی گوه مردک جان شیری گاو نبود شیری چی بود اگنی؟ وای شیری خر بود
در بوی بهار جانمه این ماه شریف رمضان هم که بهار دامد به حد فصل خوبه بهار خوش رو کرده که من دوست مراجعه کجا باشه دوست مراجعه پیدا کنم اگه یا پولش به تو من گوسپند خریده بیاره در این ماه شریف رمضان آخه یک گوسپند گوشت گوسپند بخوریم یک قوت کنیم آخه دوست مراجعه دوست مراجعه کلک ها کجا ده یا ایسا بیا که ها چوکا اتاق پیدا کردی اینجا بیا دوست مراجعه دوست مراجعه سازه تنجه چیکار کردی اینجا هیچ همه هزمون همشه جو بجا کردی هزمون رو تل کردی انا کن دوست مراجعه این ماه شریف رمضان آمد من تو را پول میتونم گوش کن یک تا گوسپند بار داغ خوش را بخور بیار نصیب باشه هم نان میکنیم هم ماندگی شاخی ماه شریف رمضان در کم دوبریده انداخته آقاد میخوریم فهمیدی آخه گوسپند؟ یک گوسپندی بار داغ کلان خوش را بخور بیار نصیب باشه هم نان میکنیم هم ماه شریف رمضان در میخوریم من کاکا جمعه بزرگ هفته سکو میرم حرکت مال میرم حتی بچه جانمه یه بچه ما علاقه کلان شده با عقل شده که خودش میدانه آخه دوست مراجعه های خب لیکن همه خدا بوتیتا نمیگه بچه کی من گوسپند خرید رفتم دیگه دیگه سوی بشه برای چی گفت که انا میخرم بخر بوی میشی بوی خیلی تا هم گفت که گوسپند بخر اول یه زمان شیده که این گوسپند میخریم میرم میگم این خر میمونه خر برای بوی میکنه خرکو خر در خواب ببینی خر مراد میگن در خواب ببینی آدم بوی میشی اوتا بیا آمده دوست مراجعه دیدی اوتا خرا دیدی اوتا دیدی اینه قرآن که اگر من تو را گفتم که گوسپند بخور تو رفتی یک خر خریده واده گوسپند خورده میشه این خر خوردن نجابت داده اوخی اوتا سر سامان نشم بست چه خط سر سامان نشم من تو را یک بچه با عقل گفتم رای کدام من تو را بچه با عقل گفتم تو را پول دادم که برای یک گوسپند بخور یک گوسپند بارداقه بیاد اینجا نان داره گفتم من تو را گوسپند گفتم تو رفتی یک خر واده این خر خوردن نجابت رفتی خر حرام گرفته واده اوخی اوتا این صاحبش میدونی چی گفت چه گفت آخه خوردن نشه آخه اوخی گفت که نبی یه سال پس گفت تو را بوی میکنه برای نبخوا خریدی چی میکنه؟ یه سال پس بوی میکنه تا همین خر تو را بوی میکنه؟ یا ای نلایم قرآن که اگر چی تو دا این خر آینده بلاگر میشه ها؟ بوی میکنه نصیبه بونو ما همینطور شینوندنی حیران شدیم که چی قزیقی چی قناستر میاد نیست؟ ای پشتی تو چی پشتی مخمم چیزه میگی من برای تو جان من بگوی من دریغ نمیدورم کو یک بیا همین گپورمون اوشاو ای کجا خوش رو رفتم تینج بود کورا من نگاه کردم کوچه‌تون تینج بود ساعت یکی شاو هم تینج ساعت فویز اوخه همی یکم سگ پاک اوسترک نمیبری من تو پیش خونه را یکم سگ پاک به سر تا داری نه سگ نه یا روزان دوید تلفن پول ملو تا گرفت نه فقط کرتما دارم کرتا دارم چیکو کرد اخ چیکو میکرد دیگه او کرتا گیدارون و بعد داد نزدی اوخی داد میزدم با وای میگریخت سلام با کلی دوستان، با کلی هموطنان، با کلی مردمی فارزبانای روی دنیا و برای شما یک کانال نو ما توصیه میتونم که با نام بابای خالدار بای که بابای خالدار بای خودم همیشه با همراه نصیبه بانو همه روزه حج و شوخی های لطیف های بهترین برای شما آماده میکنن تا که شما لبخند بزنید و حلاوت ببرید.
با نام خالداربای. بابای خالداربای. نواساهکای بابیش انا میتونید کانال بابای خالداربای دا درآمده подписаться کنه. هر روز صحنه نو انتظار باشید. ما در تگ همین ویدیو سلکای کانال همی بابای خالداربای ذکر میکنم. مرحمت بدرینو دستگیری شما. اینا با همراهی نصیبه بانو. خیلی نصیبه یکی باشه. جانانه یکی باشه. نصیبه هر دومون باشه.